آهای اهالی فینیتو، روستای ما یک الگوی جذاب در بین دهکده هاست. مسئولین فینیتو بسیار پاک دست می باشندی. ما اصلا شور ساده زیستی را درآورده می باشیمندی. قاف قاف. سلام کت خدا، ما برگشتیم. بارمان خیلی سنگین بودندی. این بغچه مغچه ها چیه؟ این قاف اینها رو از کجا همی آورده؟ چیزه، یعنی اینها همان پولهای فینیتو می باشندی که قفل بود. قاف رفته آنها را آزاد کرده تا اقتصاد دانش بنیان برایتان راه بیندازدی. کت خدا جان، پول چیه؟ اینا سیسمونی هن. بله اهالی فینیتو، قاف برایتان سیسمونی همی آورده اندی. کت خدا مال اهالی نیست که، مال پسرقند اصل خودم هم می باشندی. قاف خفه بمیر. بله اهالی فینیتو، این قاف در راستای افزایش جمعیت فینیتو عمل کرده می باشندی و باید او را تشویق کرد. یک نوزاد جدید به اهالی فینیتو اضافه شده می باشندی. مبارک باشندی. نه کت خدا، اخیرا گاو من تو گوساله زاییده. این سیسمونی ها مال گوساله های من می باشندی. سفره ما خالی همی می باشندی، بعد این گاوا برای گوساله هایشان از خارج سیسمونی همی می آورندی. قاف خاک بر سرت کنن که کت خدای ما را به فنا همی دادندی. هی من میخوام ماسمالی کنم، هی تو سوتی همی میدهی. این کت خدای رحمان سیسمونی میده قاف. این کت خدای رحمان سیسمونی میده قاف. کت خدای گوساله سیسمونی در چه حاله؟ کت خدای گوساله